سلام بچه‌ها، به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدین. من نجلا هستم. اگه از این سبک از ویدیوها خوشتون میاد چنل منو سابسکرایب کنید و A few moments later. بزن بریم سراغ ویدیو. گم شدن یه خانواده 4 نفره از یه خونه تسخیر شده در شهر بوجوی ترکیه اتفاق افتاد. داستان از یه شهر به اسم بوردور شروع میشه، جایی که یه خونه ساده توی کوچه معمولی تبدیل شد به ملموس‌ترین نقطه اون منطقه. خانواده‌ای که اونجا زندگی میکرد یه خانواده خیلی بی‌آزار و معمولی بود، تا اینکه یه شب صدای جیغ و صدای شکستن وسایل‌ها به گوش همسایه‌ها میاد و یهو سکوت همه جا رو برمی‌داره. یه سکوت عجیب که همسایه‌ها رو خیلی میترسونه. صبح روز بعد همسایه‌ها با نگرانی زنگ میزنن به پلیس. وقتی نیروی پلیس وارد خونه میشن، هیچ کس و هیچی اونجا نبود. نه اثری از دعوا و نه رد پای فرار. هیچی. فقط یه چیزی نظر پلیس‌ها رو به خودش جلب میکنه. یه نوشته رو دیوار. ما دعوت شدیم. شما میخواین بیاین؟ ماجرا از اونجایی عجیب و ترسناک میشه که گزارش‌های محلی نشون میدن که حدوداً 5 خانواده مختلف که قبلا اونجا زندگی می‌کردن یا فرار کردن یا دچار جنون شدن، ولی همشون یه چیز مشترک میگفتن. یه زن با لباس سفید از پنجره ما رو نگاه میکنه، حرفی نمیزنه، چیزی نمیگه، فقط میخنده. در سال 1998 پلیس خونه رو مهر و موم میکنه و از اون سالها به بعد هیچکس اجازه ورود رسمی رو به اون خونه نداره. و حالا میرسیم به تئوری های پشت ماجرا. 1. گفته میشه اون خونه قبلا یه آیین مخفی احضار بوده. 2. شاید خانواده اولین قربانی یه طلسم تاریک شده بودن. 3. و آخرین تئوری اینه که خود خونه زنده است. یه باوری هستش که میگه خود خونه یه موجود زنده است که هر سال برای خودش یه قربانی میگیره. خب بچه‌ها، رسیدیم به آخر ویدیو. اگه از این سبک از ویدیوها خوشتون میاد تو کامنت همین ویدیو به هم بنویسید و آیدی اینستاگرامم رو اینجا مینویسم که اگه خواستین اونجا بتونید برای من پیام بدید. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.